این خواهرم اومد این خونه رو تمیز کرد. حال میکنم میام تو. نگاه کن حاجی، چی واکس و پولیش کشیده باشه. غذا اضافه اومد یه دونه. ببینم یخچال رو تمیز کرد یا نه. جان تخم مرغ صبح نخوردم، بذار الان سریع 10 تا بخورم حاجی. قبل اینکه اصلا ساک رو در بیارم میریم برای شوکولوفسکی اینجا. حاجی نگاه کن چه ترتمیز شسته رفته. غذا داداش تغذیه همه چیزه اگر ورزش میکنی. راک آمد، جیب جاب، راکی یا راکی پسر قدیر، هر دو دمت گرم. حاجی باورتون نمیشه، یک حس خوبی میگیرم میام خونه پا میگیرم. جان شلوارک صورتی پسر قدیر. تخم مرغ حاجی 10 تا بود بخورم، نخوردم صبح. شیشه بخار گرفت. رفتم دستشویی جسارتا نشسته بودم، بعد تو گوشی بودم، اینجا هم رو پام بود، پام خوابیده. ببینم بیرون چطور هست، ببینم باید مطمئن بشم که ببینم مطمئن بشم منطقه زیر آندر تحت کنترل هست. همیشه بچه ها 2 تا اسنایپر اون دلیلی که بچه ها دید میزنن میدونین چیه؟ که یه اسنایپر اون رو هست، یه اسنایپر هم اون رو. چون ما خلاصه میگم دیگه رویال فامیلی هستیم دیگه، باید حواس ما جمع باشه. همیشه باید زاغ بود. اونجا داره آفتاب میگیرن تا کارتون خواب نها کن اونجا. اونا این کیه نگاه بسه؟ به ماله که همه دارن میمولن هم دیگر رو. این دوربین منه، اینم لیزر. آره داداش، اون رستوران اسمش از نورت ایتالیا. اکثر این جوجو خوشگلا میان اونجا، زاغ میزنم با لیزر تک اشاره میزنم. بعد اگه دختر خوبی باشن با لیزر شماره رو این ما چون شاهنشاه هستیم زمین خریدم که فقط شماره خودم با لیزر هک بکنم برای اینا اینجا. اونم اونورم. هوای آمریکا رو نگاه. شما جورا یه تیکر حفظین دیگه. الان صحبت که بشه صحبت هیوستن، میگم هیوستن الان برای شما سعید صحبت بشه انقدر من صحبت سن آنتونیو. اصلا من حاجی فکر نکنم سن آنتونیو رو یک نفر میشناخت تا قبل اینکه من اسم سن آنتونیو رو بیارم. برم روی مبل سلطنتی دراز بکشم. خسته شدم حاجی، پدر من در اومد. بگی خارکست ماساژورا رو بیان، آیسی اوقا بابیزون افتاده. حاجی الان میخواد بیاد ببینیم لوازم کوهنوردی بگیم. الان ما دلیلی که ببینیم $2000 اونجا خودمون بگم. یه کفش دارم بگم این ببین به درد نمیخوره. کفش کوهنوردی دارم ببین، مال نمیدونم مال کوهنوردیه مال چیه اینا. این به درد میگم نمیخوره اینا. خارکوسه مال زنبور اصل. این هاش زنبور اصل، هاش آش چیه؟ بد نیست اینا. مثلا چیزای کوهنوردی دارم میگم الکی نخرم اینو. کفش اندازه من هست. آره دیگه کسخونم مگه بخرم زیادم سرد بشه اینا دیگه. این 100% میگن این خارکوسه دوز اگه من اونجا بگیرم. بعد ناموسن حاجی رو بگیم بیاد. فکر نکنم انقدر سرد باشه که من بخوام اینجور خودم اینو دارم. بیا دیگه این شلوارم دارم دیگه لیکن نخرم خدای خدا رو خوش نم. این چیه؟ این شلوار اسکی قسکش این هایی بشکنیم من آمد دین دین. آره بس کفش نخرم علکی ها. شبم سرد شد این کاپشن رو میبرم دیگه. اینو میبرم این کاپشن رو. این رئال مادرید
میگم اینو میبرم سرد اونجا، لباسای گرون برون رو نمیخوام ببرم، خارج گاییده میشه. با این که اون موقع رئال بازیم توپ میزدم مالونه رئال توپ. این دیدی چه قشنگه. چه خبر؟ خفه شدیم کارکاسته رو. پس کفش همین خوبه نه؟ الکی کفش نخرم اینا. بندش قشنگ ببندم جنگل بام باشه، میخوان یه زاغینه نزنن. او خفه شدیم کارکاسته. او عینک هم دارم که همه چی دارم بابا اینا. سال قدیر مگسی آمد دادن دوز باشه میخواد بره آریزونا رو به خاک و خون بکشه دزدی کنه این حاجی. همینا خوبه. پس حاجی رفتم بخوابم انقدر توی گوشی کسشرق زدیم نتونستم بخوابم. میگم چه خبر؟ سرشونه سنگین زدیم ولی پشماشت ما همه گرفت. یه ساعت دیگه برم تمرین. هفته دیگه حاجی چهارشنبه میره لندن و اسپانیا و اینا. میخوام یه دختری دوستی چیزی بگم از یه جایی بیاد، نمیدونم از کجا، هنوز تصمیم نگرفتم. اینجا می چند تا رفیق دارم. یه زنه بود بازیگر بود تو ببلی تو هتل مخشی زده بودم، اونو شاید بگم بیاد. یارو قد بلنده بود، اونم فالوور مالوور. جان قدیر نرین تو پیجش یارو نکنین تو رو حوال بابا. هرچی دختر من اومدم به شما گفتم شما پروندینه بابا. چی فارسی اون زیر میدین ناله کن کن کرد میدونم برو آیسی کلاش دو بسازونه. دختر قد بلنده بود. 3-4 ماه پیش 3 ماه پیش اینا تو هتل میرفتم صبحونه میخوردم تو ببلیز. موقعش زده بودم دختره رو. اونو دیشب بهش تکست دادم بودم میخوای بیای چند روز اینجا اینا. گفت بذار ببینم چجوری شاید بیام. آخه میدونی چیه که الان اونه که بیارم هرچی دختر تو یوستن از 10 سال پیش بود همه شروع میکنم به تکست دادن، همه برمیگردن. من نمیدونم بو خارکوسه میکشن چی بدبختیه. بعدم باید مکافات بکشم، این دو خونه بمونه برم اونجا هتل بگیرم. یه ذره دغدغه‌ای هست خیلی. بچه منو داره اذیت میکنه. الان میخوایم بریم باشگاه، نمیدونم شب برم با حاجی شام. الان هنوز نمیدونم بود فردا چی جمع بکنم برای اون بیابون داریم میریم. اونجا خیلی قشنگه. سدونا زدی یا نه؟ سدونا آریزونا دیوانه است اونجا. آره جیپ گرفتیم و از این جیپ های خصوصی با یه کسمشنگ بیاد ما رو برای اونجا رو توضیح بده. یه روز دیگه هم که با اون چارچرخ میریم. همونجا میخواستم از این یارو بگفتم دوربینای بالای کله بود میخواستم اوردر بدم. زدم اون روز کارتمو زدم اون دکمه آخر رو نزدم اوردر رو. بعد دیدم دیگه نیومد. رفتم نگاه کردم دیدم من کارتون خواب اصلا نزدم اون دکمه رو. بعد دیگه پشیمون شدم چی الکی بخرم. آیپد الان خریدم نوع خسکیش الان 2 سال اونجا 6 ماه اینجا افتاده یک بار هم استفاده نکردم. آره آخه این دختره رو الان بگم اگه بلندشی بیاد از فلوریدا، این از این با کلاساست. این از اینایی نیست که بخوام اینو مثلا کسیشر بگم آی تو بشین تو خانه من الان میرم میام و فلان و اینا. میدونی چی میگم؟ آره ولی باید ببینمش هر جوری هست. این ایناست که مثلا بیاد باید شبا بریم شام و دست هم دیگر این حالت بگیریم و از این یه چیزی هست. الان که من میدونم که کمتر از 5 دقیقه پیداش میکنه خواهر کامنت میگه آقا نرین جان منو بابا. منم بگو چرا همه چیزی میام به شما میگم کس خودم ها خدایی ها. این ماسکو آینا آقا بیا بگی نمیاد به من بگه تو اگه خودت کرم نری برای چی میری میگی به اینا. یادت چوری شد ولی میگم حالا دیگه چی.
آجی مردم خستن، حوصله‌شون سر رفته. من خودم ایران بودم دیگه، نیست ما مثلا از بچگی در کالیفرنیا دنیا آمده باشیم، من هم آدم ایران اومدم دیگه. آدم حوصله‌اش اونجا سر میدن، تمام ذوق یارو اینه که بابا غروب شب بشه بره خونه دمر بیفته. صحبت‌ها می‌بینیم من دلم چی میگم، حالا منم بیام این وسط خارکوسه بازی در بیارم، مثل اینکه مثلا یه سریالو قسمت اولش نشون بده یهو بری قسمت چهارم، حال نمیده که تیکه تیکه ببین. یا اینفلوئنسر نباش، یا زندگی تو برای مردم نذار، یا اگر میذاری دیگه کون نباید بدی این وسط دیگه. اونو گلوی من گرفت، اینو قایم کنم و این نوشابه بخورم. خیلی وقت نوشابه تگری نخوردم. حال کن، سلطنتی رو داره شام نهار سلطنتی. آره بود همه. من یه چیزی به شما بگم، میخوای باور بکن میخوای نکن، این هاجرش میدونه دیگه، هاجرش فابریک منه دیگه. من با 2 نفر در روز هستم، اگر با این 2 نفر نباشم یعنی خوابم. به این برکتی که جلوی منه، به این برکت. خب من یا با شمام یا با خودم. اگر با شما نیستم با خدا دارم راضی نیاز میکنم، اگر با شما هستم که اونم داره ما رو نگاه میکنه دیگه. اینو به والله قسم راست میگم. هیچ کاری من نمی کنم که مثلا اینا تو آمریکا چون پاسپورت رویزی دارن وضعشون اونجوریه الان دارن اون کارو. نه هیچ کاری من کسمشنگ نمی کنم، هیچ. هر کاری کردنم تو این 8 ماه شما دیدین. یه روزی شروع شد، آره فدایت، حالا بذار من غذا بخورم دیگه، قربانت، فعلا خداحافظ.